سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. با هنر ماندالای آشنا میشید. بچه ها این هنر یک هنر به‌روز، جدید و پرطرفدار هستش که با اینکه بسیار زیبا هستش اصلا نیاز به مهارت و آموزش خاصی توی این زمینه نداره. همونطوری که میبینید باز یک سری اشکالی که به شکل خطوط منظم، نامنظم، اشکال هندسی یا طرح‌های خیلی ساده هستش، چیدمان و قرار دادن اینها در کنار همدیگه میتونه یک نقاشی بسیار زیبا و جدید رو برای شما داشته باشه. بچه‌ها کشیدن این نقاشی بسیار راحت. شما برای شروع میتونید مثل همین تصویر صفحتون رو تقسیم بندی کنید به اون شکلی که میخواید. حالا میتونه این تقسیم بندی به شکل‌های مختلف باشه که این شکل‌ها مثل فیلمی که الان مشاهده میکنید میتونه بر اساس این باشه که از شکل مربع به شکل کنار هم چیدمان شده در کنار هم دیگه استفاده کنید، یا نه تو تصویرهای قبلتر اگر دقیق نگاه کنید میبینید که از همدیگه فاصله داره، یعنی به شکل مربع یا دایره های فاصله دار هستش، یا حتی مربع های متحدالمرکز یا دایره های متحدالمرکز. ابتدا روی کاغذتون بکشید، بعد تقسیم بندی کنید یا شکل بدید یا طرح بدید و اونها رو به سبکی که دوست دارید در اون قسمت ها شکل یا نقاشیتون رو پیاده کنید. ببینید بچه ها نیاز به آموزش خاصی به هیچ عنوان نداره. فقط کافیه که شما اون ایده یا چیزی که در ذهنتون هستش، طرحی که در ذهنتون هستش رو ابتدا چند تا اتود ساده روی کاغذ بزنید، یعنی که به صورت تمرینی با اتود نوشتنتون، اتود مداد نه، چون مداد باعث میشه که اون گرافیت داخل مداد نرم هستش پخش بشه، کارتون زشت بشه. با اتود چندین بار خطوط یا شکلایی که میخواید رو به راحتی طراحی کنید. اگر فکر میکنید که دستتون خیلی نمیتونه خطوط صاف رو بکشه، میتونید از خطکش استفاده کنید. چند تا طرح ساده اول به صورت تمرینی روی کاغذ بکشید و بعد در مورد اینکه طرح اصلیتون میخواد به چه شکل بشه و در نهایت چه زمینه‌ای داشته باشه، حالا با شکل ابتدایی و در نهایت شکل نهایی به چه شکلی میخواد قرار بگیره، شما اتود اولیتون رو بزنید و بعد روی کاغذ اصلیتون که کاغذ A4 باید باشه، سایز A4 باشه، کار رو انجام بدید. ببینید بچه ها، همونطوری که توی فیلم دارید نگاه میکنید اصلا نیاز نیستش که شما حتما طرح خاصی رو بکشید یا حتما از شابلون یا وسیله خاصی استفاده کنید. فقط پیشنهاد من به شما ها این هستش که حتما فیلم ها رو خوب نگاه کنید برای اینکه ایده بگیرید و شاید چون اولین بار هستش و تا حالا این کار رو انجام نداده باشید بتونید از خطوط و طرح‌هایی که ترسیم میکنه کمک بگیرید برای طرحتون. همونطوری که بچه ها تو این بخش میبینید مربع ها از همدیگه فاصله داره، یعنی دیگه به شکلی که به همدیگه متصل باشه نیستش و کارتون رو طراحی کنید، از شکل‌های مختلف استفاده کنید. سعی کنید که یک بار توی یه برگه کوچیک حتما اتودتون رو بزنید تا نتیجه نهاییتون زیباتر بشه، دلخواهتر بشه و شما هم لذت ببرید از کارش. حتما بچه ها بعد از اینکه با اتود طراحیتون رو کردید، یه پیش زمینه فکری براتون ایجاد شد، با روان‌نویس روش رو کار کنید، یا نه اگر فکر میکنید میتونید اول یه اتود با ساده بزنید و بعد روی برگه اصلیتون پیاده کنید. فکر کنم که فیلم ها خیلی بتونه کمکتون کنه. برای جلسه آنلاین هفته بعد شما لازم نیست کل کار رو انجام بدید، فقط کافیه که نیمی از کارتون رو انجام داده باشید، چون موقعی که کلاس آنلاین هستش میخوام حتما دوستاتون هم در مورد کارهایی که انجام دادید، طرحهایی که کشیدید تا یه حدودی صحبت کنید و اینکه اگر چیزی به ذهنتون رسید با همدیگه تبادل نظر بکنید. پس لطفا شما حتما فیلم رو تا آخر نگاه کنید. مطمئنم که از انجام دادنش لذت خواهید برد، چون فوق‌العاده سرگرم کننده و خلاقانه هستش و چون نیاز به
آموزش مهارت خاصی در نقاشی نداره، به راحتی میتونید ازش استفاده کنید برای داشتن یک تابلو خیلی زیبا و جدید توی اتاقتون یا تو منزل، یا کشیدن طرح‌های مختلف برای جلد دفترهاتون، تزیین جلد دفتر خاطراتتون، یا هدیه دادن به شکل کارت پستال، یا خیلی جاهای دیگه‌ای که شما مطمئناً تو ذهنتون الان هم جرقه زده و کمک میکنه برای اینکه ذهنتون از اون بسته بودن و خستگی که حالا به خاطر شرایط کرونا به وجود اومده خارج بشه. انشالله که انجام بدید، لذت ببرید. برای جلسه آنلاین هفته آینده حتما کارهاتون رو به صورت نیمه کار تا نیمه کار انجام داده باشید. حتما هم قبل از روز شنبه، یعنی از امروز تا شنبه جلسه آینده که امروز 5 هستش، زمان دارید تا هفته دیگه که نصف کار طراحیتون رو در مورد طراحی ماندالایتون انجام بدید. باز هم بهتون میگم دخترای گل، حتما فیلم رو تا آخر نگاه کنید، استفاده کنید. اگر سوالی داشتید یا جایی بود که مشکلی پیدا شد براتون نتونستید رفعش کنید، میتونید حتما تو واتساپ از من بپرسید، بعد من حتما راهنماییتون میکنم. ولی مطمئنم با دیدن این فیلم بخش بزرگی از سوالاتتون برطرف میشه. امیدوارم که شما هم از این هنر زیبا لذت ببرید. دوستتون دارم خیلی زیاد، دلم خیلی برای همتون تنگ شده. خدا نگهدار.